نازه. چه افتضاحی شد. یکی اینو بگیره من میرم سراغ تو. انشالله که گل نمیزنم بخورم. شما هیچ جا نمیری. تیک بزنیم تیک بزنیم. بخوره با اون سیبیله کنارش. همون کار دارم میکنم اگه بخوره. اوه اونم داره میاد. هزار داره میاد. نخور! مرسی خودش زد خودشو به اون. خیلی خوب لعنتی ها حالا همه تون همینجا بلاک بکنم. کسرو دو تا کسروه. حالا دیگه دو تا کسرو چرا داری میری تو دروازه؟ وایس کسرو الان بزن. نه چیکار کردی چرا رفت اونجا اون؟ الان بره وسط الان بزن گلش کنه اگه می‌تونی. چیکار که با چی زدی بره وسط؟ یه ابیلیتی گرفتم. آه یا ابوالفضل اینجا رو نگاه خیلی هم عاله. باری کلا کس را از تو فوتبالیست در نمیاد. نه ایده های خوبی داشت کس را عملی نشد. میخواست پاس بده گل. کس را امشب مایکشو باز نمیکنه حال نمیده گیماجی. از خیلی دست تو بی‌مزه‌ایه. حرف میزنی مهلت نمیدی به کسی دیگه. هم گل داشتم کسرا میزنم بزن تو دهنش. کسرا من جای تو بودم میزنم تو دروازه‌بان دهنش. خفنی. علی رزا بزن لعنتی چی بد موقع گرفت تو پو. دروازه‌بان نازه. فکر نکنم گل بشه بچه. به هر حال سعیمون میکنم. آها کسرو تو اون در- هولش بده تو اون هولش بده بچه سمت زدم دیگه ماشاءالله من فوتبالیست شده. بلالو میبگلم گل زدم. بله. لالا میگه. داشت ورزش از درلیگی بهتره. الان تمام الان شد. دقیقا چی تو داری پرستش میدی؟ آه انگشتا خانم زدی بهتره. خانم زدی شما چیزی کاور رو بگیر آره کاور رو بگیر. ما رو تهدید نکن. باشه دیگه باش. خانم خودت شما خواستی. بزن تو پا. خیلی. خانم از این مرسی به بعد تو خانه کپک زدی بهت مگم. داداش من مرغ خونگی هم یادت نره. اگه بهم سر برم. بابا خیلی بد شد. من فکر کردم خانم نوشتی میزنه. آقا من میخوام بازی کنم. خب بیا جوین بده جا خالی داره. جا خالی داره میتونی الان جوین بدی. مرسی خب مرسی کی زد علیرضا چه کله گنده هم داره علیرضا. نه چه می‌دونم. آره قدرتش رو زیاد کرد. الان جوین سریع‌تر اکتیویتی زدم همش داره مچارخه. خب بعد لود چی تو بیا من بزن روی پرایوت گیم خب. خودش جوین میشه. بذار اومدیم دست بعدی بذار علی هم بیاد خیلی. آقا من با اجازهتون دیگه قدرم نزدیک ما تمامی آمدم. 5 دقیقه. اگه بیای بعد تیمتو انتخاب کنی دیگه از اونجا. آقا چرا بچه پلیر نداری؟ علی دارم میاد. بچه پلیر نداریم؟ خب این چیزه رندوم نایت فقط یه رندوم بچه. نایت تاجه. آره علیرضا بازی دیگه نبود معرفی کنیم دیگه سر بای گرم شد. 2:30 دیگه. نگاه می‌کنم. وای الان بازی بزنید. چجوریه؟ باید چیکار کنیم؟ بعد بکشی مشخص کنی به کجا میخوای بزنی. بیاین بچه ها تو بیاین تیم میتا بچین تیماتون چون هم بیرونی. پیدا نمیکنم خودمو. یک گیم هست میخوایم بریم. گل زدم یه الان پشمام. چی شد من نفهمیدم. گل شد. نگاه داداش میتونی حرکت کاراکترتو تکون بدی به یه سمتی فلشش مشخص. حالا یا توپو گل کن یا اون انرژی رو بگیری از قدرتش استفاده کنی یا استراتژی بازی در بیاری جلو حریفو بگیری بکوبی خودت بهش نتونه گل بزنه یا شوت بزنه هشت مایه. ولی این خوبه. بازی آقا یه کنیم. گیم دیگه هست 6 دقیقه مونده لانچ کنیم. لانچ میایم اونجا. ببینیم اونم چیه. آقا اینو زدیم بریم همین یک شوت. بیاین تایم کنسل تستی کنیم. بریم اون برم. چه خنکی بازی. سریس از اون بچه همه سرکم هم دارم میزنم. قشنگ رادیو اکتیوه. بابل بش دیگه چیه اینو که ندیدم. دیدم؟
نه ها دیر رسیدم. بیایی و بیا یکی. حامد برنده محسن. رفته. آقا یکی مایکی رو ببنده. ها محسن